سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید دوستان عزیز. رحمت های کلام برای دستگیری های کانالی ما، رحمت برای لایک و پرسماتراتان. دستگیری شما پیشروی ما است دوستان عزیز. امروز من به شما تارت دامسکی پالچکی تیار کردم. حتما با ما باشید. در اینجا به ما لازمه 200 میلی لیتر آب، 100 گرم سلیویچنی مسله یا اینکه مارگارین، به بالایش 50 گرم شکر انداختم. همین نغز که در لابی پستم نه بلندم نه انا مینطور تا مسلهش آب شده ما کافته میستیم. در اینجا برای ما لازم است دخترا 350-400 گرم تا خمیر غفستر شده ما انا همینطور کافته میستیم. اگر دخترا مبادا خمیر شما سویوق باشد حتما با آرد اضافه میکنید. انا همینطور ما نغز که در لابی نه پستی پست نه بلندی بلند انا همینطور آمیخته میکنیم. من خمیری ما انا همینطور آمد تا خمیر ما نغز شده انا همینطور آمیخته میکنیم دخترا. تخمینا 10 دقیقه من انا همینطور کافته ایستادم. اکنون ما خمیرامو گرفته با یگان طبق گرفته انا همینطور تا خنک شدنش انا همینطور گرفته ما تنو کرد میمانیم برای آنکه به بالای این تخمه همراه کنیم. تخمه ما میپزد، برای همین من کمتر خنک میکنم. به بالای من 4 دانه تخمه یک دان انداخته به میکسر لط زدم. در اینجا ما تخم ها را یک دان انداخته انا همینطور آمیخته میکنیم تا غفص شده نشه. در اینجا دخترها یک کلیری ما تیار شد. برای کریم ما لازم است 300 گرم سلیفکی و 150 گرم سلگوشیانی ملکا ما همراه کردم. انا همینطور همشه انداخته اکنون یک دان میچینیم. همینطور در اینجا راستی دخترها ما کمتر سراسیم بودم، برای همین کمتری نوار به نوار گرفتگی نیه. وقتی پختن و همین خیلا شد دخترها گرفتگی نیه. حتما با ما باشید دخترها. کانال ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. یگان سوال و درخواستاتان باشد حتما به تیک کامنتاری ها نویسیدم، حتما من جواب خودم میگردانم. یگان ویدیوی درخواستاتان باشد حتما نویسیدم، حتما ما آماده میکنم. اگر کانال ما به شما پسند آمده باشد حتما آبونه شوید، با کلکالچکش آبونه شوید. حتما لایک های خود دریغ ندارید دخترها. من در اینجا تارتی ما تیار شد. به بالایش من یک دانه پلیتیچنی شکلاده آب کرده به بالایش اینطور آرا دادم. دخترها تارتی مایم تیار شد. خیلی به مزه آمد. حتما تارت مای تیار کنید.
پشیمان نمیشوید. خیر دخترها، در پناه الله مهربان باشید. خودتان را احتیاط کنید. خیر تا ولاگ های آینده.